ما وقتی که به برادرها یک چند سال پیش میگفتیم و میگفتیم که برادرای عزیز اهل توحید، این جهمی ها اصول های منهج پیامبر را، اصول منهج پیامبر و اصول منهج صحابگان تابعین تبع تابعین سلف صالح، یعنی همین منهج دین را، اصول منهج دین را و پیامبر را، که این منهج دین منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم است، منهج خوارجی میگوید، منهج تکفیری میگوید، منهج ضلالت و گمراهی میگوید، اینها در همین اساس به کفر اکبر واقع شده، زیرا که مراد الله و رسول الله را انکار کرده، شریعت الله را یک اعوذ بالله بیکار کرده، انکار کرده، ضلالت میگوید، این کفر است. بعضی ها میگفتند که ما از سخن او نفهمیدیم، حالی واضح گپ نزد. خیر، گو چگونه از این واضح گپ زند؟ چی گوید؟ شیطان حق است بگوید، بعد از این مردم شاید بعضی فهمند.